میگویند که شیر تا مادامی که گرسنه نماند نمیخورد. این صفت خوب است. این به سلامتی هم فایده دارد و تا انسان گرسنه نماند باید نخورد. و این چنین وقتی که خورد، از شکارش که خورد، سیر که کرد، باقی ماندهش ترک میکرد است. بعضی انسان‌های گرسنه ذخیره میکنند و کسی نمیدهند. چیزی که از خودشان اضافگی کرد بخیلی میکنند. چشم گرسنگی در وجود آنها هست. بعد بالاخره میبینید که همون چیزا ویران شده است، پوسیده است، بعد میپرتایند. چون که آنها به سخاوت و به کرم به دست کشاد آمیخته نیستند، عادت نکردند. اونها فقط با مقصد ذخیره و چشم گرسنگی ذخیره میکنند. در زندان هم خیلی آدم ها بودن. بعد روزی میشد اون چیزی که گنده شد برآورده میپرتافتن. اون پرتوگاه در حضور مردم بود. مردم کمبغل هم میدیدن. مردم کمبغل میبینند افسوس میخورد که همین چیز به ما نداد در وقت صحت بودنش. شیر وقتی که سیر کرد باقی ماندهش میگذاشت از برای دیگرها و دیگر به همین طعامش بر نمیگشت است. و وقتی که یک عربی یک بادیه نشین بعد اینکه زنش را با خیانت دستگیر میکند طلاق میدهد و ملامت کرده میشد که برای چی طلاق دادی؟ مقصد فرزندها داشتی، باید عفو میکردی و چشم میپوشیدی از این خیانتش. بعد همین یک بیت را میآورد که و اذا كثر الذباب على طعام رفعت یدی و نفسی تشتهیه. اگر پشه ها به یک طعام زیاد شود من دستم میبردارم اگرچه نفسم همین را میخواهد. پشه که مقصد به جایهای افلاس نشسته است با آمده به این طعام می نشیند، یعنی آدم هایی که قلبش نازک است دستش میبردارد از این طعام اگرچه اشتها دارد، خواهش دارد. و تجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. و در دوامش میگن که شیرها به آن آب وارد نمیشود است، از آن آب نمی نوشید است که سگها نوشیده باشد. سگ اگر از یک جای آب نوشیده باشد همونجا دیگه شیرها آب نمی نوشیدند. همچون بالا گرفتن خیش از سگ، حتی یکی از پادشاه ها را نقل میکنند که در بالای بامش میبرید و یک دختری خوشرو را میبیند، در حال میپرسد که این کی است؟ میگن که این زنی فلان غلامت است، زنی فلان خدمتگارت است. بعد در حال غلام فریاد میکند و یک مکتوب میدهد و میگه که اینو برده به فلان کشور میرسانی. اونم میرد به خانش، شبانه زیر بالش میماند و خواب میکند و سحر خسته به سفر میبراید. وقتی که میبیند که به سفر برآمد در حال پادشاه به خانه اون غلام میبیاد تا اینکه به زنش عملی زیشت کنه. بعد وقتی که در را میکوبد زنش میگه که کیستی؟ میگه پادشاهی شوهرت هستم. بعد میگه که خوب نکردی که آمدی، لیکن خیلی پادشاه که از دیگه در را میکشاید و مقصدی بدش را میفهمد و همین عباره را میگه که شیر یعنی از آن جایی که سگ آب نوشیده است نمی نوشد. که پادشاه به این سخن بسیار تاثیر میکند و بر میگردد. خلاصه قصه دراز است. یعنی بسیار از صفت‌های، مثلا یکی از صفت‌های بزرگ شیر این ناترسیش. اگرچه در بین حیواناتی هستند که در قوت و در وزن از شیر با قوت‌تر هستند، ولی آن دل و گرده و آن شجاعتی که شیر دارد اونا ندارند.